دیدن دشت و دمن‌های سبزپوش و آسمانی صاف دل کس را باز هم بیشتر مفتون تراوت و زیبایی دیار نازنین می‌کند. ویژگی‌های نوروز مسچاه دیدنی و عجیب است. آغاز نوروز از تردد پخت و پز خوراک‌های خاص بهاری شروع می شود. اصلا در این گوشه کشور مردم سومانک را که در بسیار جایها رمز بهار و نوروز منیداد می شود کمتر آماده می کنند. شب نوروز زنان در یک خانه جمع شده به آماده کردن کشک شبدگی که در دیگر منطقه ها با نام‌های دلده، گندم کوچه، باج و غیره معمول است شروع می کنند. این کشک نوروزی از گندم کوفته تیار می شود و خیلی بولذت است. در اون دیگ پیش از همه گوشت و استخوان‌های روغنین می اندازن الکتر، بعد زربک میکنن چون آش پلو همین گندم کوفته را می اندازن. سبزی دارد و لبلبو دارد. بعد شبانه روز اند تیار می شود که بسیار خوراکی قدیمی است، خوراکی بولذت است، خوراکی ده مرده میگن. چون که اگر کسی یک طبق اگر از خوراکی همین ملی کشک مخوره تا بیگاه گوشنگی را فراموش میکنه. از کوهستان مسچاه اینجا کوچیده آمدن به این مسچاه نو 55 سال میشد من اینجا کار میکنم. در اینجا هم همون انهای گذشته های ما دوام یافته اون ساده سال، لیکن به رنگ دیگر تابش های نوتر گرفت. من این 30 سال استقلالیت میبینید که جناب عالی نوروز بسیار جهانی کرد. این موفقیتی بود برای ملت تاجیک که مثلش نظیرش در دنیا نیست. و حاضر بینید که 182 مملکت دنیا جناب عالی به همین گونه اقدام های نو بسیار مسئله آب، مثلا نوروز جهانی کردن، بینید که چند فلک 6 مقام وقتی اینها جهانی شد این همین گذشته های نیاگان ما نشون میدهد. اینجا نوروز حاضر در همین مسچاه نو اینجا هم قریب که مثل همون کوهستان مسچاه، لیکن اینجا بسیار زیبا میگذرد. اکنون مردم دیدن که زمین ها با تراکتور شدگار کرده می شود، درویده می شود، دیگر زندگیشان رنگ دیگر گرفت. مورد یادآوری است که همه طعام‌های نوروزی سرغذا و برای بنیه انسان که در فصل دی ویتامین‌های زیاد را مصرف می‌کند مفید است. رومالی برشی میگیرید خاشات یار، آفتاب نرسد روی گلی زیبات یار. رومالی برشی میگیرید خاشات یاره، آفتاب نرسد روی گلی زیبات یار. آهی سحرم کور کند چشمات یاره، تا زنده هی نبینی پیشی بات یار. آهی سحرم کور کند چشمات یاره، تا زنده هی نبینی پیشی بات یار. ای کاش که من به قد جنونم مرم، در خاش سیاه دختری خونم مرم. ای کاش که من به قد جنونم مرم، در خاش سیاه دختری خونم مرم. پروانه شوم به گرد شمع رخیار، پروانه شوم به گرد شمع رخیار. در عطر گلی سفید جنونم مرم، در
سفید جنونم مرم. روی به کوههای بلنده گر تشنه شوی چشم برای تو شوم. پرنده شوی روی به کوههای بلنده گر تشنه شوی چشم برای تو شوم. رومالی برشمی گرفت خاشات یار آفتاب نرسد روی گلی زیبات یار. رومالی برشمی گرفت خاشات یاره آفتاب نرسد روی گلی زیبات یار. آهی سحرم کور کند چشمات یاره تا زنده هی نبینی پیشی بات یار. تا زنده هی نبینی پیشی بات یار. اگر یک گروهی زنان با آماده کردن کشک شبدگی مشغول بودند، قسم دیگری بانوان روزانه خوراک و انواع نانی از قبیل آش بریده و اماج، توش برای علفی، تحمال و نان حولاگی و کلچه و نان آماده می‌کردند. بعد از راست کردن نان‌های چپاتی و حولا، زنان مطابق به طرز پختن قسمی را در تنور بستند و قسم دیگر را در روغن بریان نمودند. این خمیری که من باز کرده استادم برای موریدا برساق میکنیم، برای تویا، برای گوهر بندان برساق میکنیم. در خمیر این اساسا شیر، روغن زرد میاشوریم خمیر، بعد باز میکنیم، بعد به شکل هر گونه بریده این رو و در روغن تصفیه میپزیم. من یک نمودش خودی ماهیچه میکنه، خیلی میکنه. هر نمود خواهیم. این نوروزنده، ایدهای سدنده، همه جشنونده این برساق پخته میشود. نانی که در اینجا دیدید نانی فطیر است که همچون در خرطاب استفاده میکنن. نانی ایدانه هست، نانی جشنی هست. لاچیره میپزن، کلچه میپزن، شبیره بریان در اینجا برساق میگویم تیار میکنن، در روغن میپزن. چی هنر مردم دارد، زنها دارند در روی دسترخوان نوروزی میگذارند. چی در نوروز، چی در مهرگان، چی در سده، دسترخوان ما رو طعم ملی آرام میدهد. دسترخوان ما رو نان آرام میدهد. یه نان مسچا در مقیاس تاجیکستان و بیرون از آن با لذت خودش فرق میکنه، چون که در ترکیب این خمیر هم قیماق میریزن، هم روغن میریزن، هم شیر میریزن. در نتیجه آن بسیار خوش لذت و ملایم میشود و چندین روزها این نان نمودی خودش، طعم خودش، لذت خودش را دیگر کردن نمیتواند، چون که این نان زیب دسترخوانی همه مردم ما. در توی معرکه ما هم همزعلیم فطیر میکنیم، لاچره میکنیم. در لاچره هم روغن زرد، شیر، قیماق با مختام و نوروزه عید سده در همه بیان همزعلیم فطیر لاچره تشکیل میکنیم. صاحب گراند پرزنتی در سال 2020 شدم و فروش نانهای مسچا، فروش فطیر مسچا را در مغازه های ناحیه براه ماندم و یک چند نفر شاگردان نیز تربیه نمودم. حالا آنها هم نانها فطیرهای مسچا را پخته به فروش برآورده ایستادم. از حسابی که ما اون نانهایی که میپزیم مغازه میبراریم به شیر روغن میکنیم، طلباتش نسبت به نانهای بازاری بلندتر است.
زنها به این راه زنها در خانه نشسته هم فرزندان خود را تربیه میکنند، هم نان پخته به مغازه ها برآورده فروخته به عائله خود، به بودجه عائله خود فایده میبیارند. دگدانه کلان کلان داریم. دیگای خشرو داره. ولی تنور چه تنور من دهنش نمکه نون دو زیر میبرو. همین نانای کلان کلان 4 تا میبره. 4 تا میبره. یک بستگی 4 تا میبنده. با لاچرنک یک بستگی 4 تا بنده با میکنیم با میبنده. باش نیم نونه کلچه کلچهش میگم و 30 تا 40 تا تنوره کلونه میبنده. نیم نونه هم یک 20 تا میبنده. بانوان ناحیه نیز به مثل دیگر ساکنان مناطق کشور نان را در تنور، چکدان، دگدان، تفدان و غیره از آرد اساساً گندم میپزند. به قول بانوان از یک آرد تقریباً 20 نمود خوردنی آماده کردن ممکن است. از عهده نامبندی و آماده کردن خوراک ملی در این منطقه کوهستان قریب همه بانوان میبرایند. زنها در این جشن هنری کدبانگی خود را نشان می‌دهند. از یک آرد از گندم چندین طعم‌های ملی می‌پزند که تاریخی بسیار هزار ساله دارند. از جمله انامین قروتاب که در 2 نمود پیشکش می‌گردد، هم در کاسه و هم در طبق. نمود کاسگیش را همچون خوراک یکم استفاده می‌برند. البته در قروتاب مسجد انامین قروت خیلی که تیار کردنش را گفتن تیار می‌کنند با کف دست در طبق چوبین آب میکنن قروت را به کاسه ها. با ما میتوانیم که تنوکچه خیلی که میگویند مردم چپاتی میگویند در دیگ در چکدان میپزند اون رو در اطراف کاسه چینده قروت ریخته از بالایش گوشت پیاز بریان کرده کبودی کرده میریزند که بسیار خوراک خوشخور و با قوت هست. قروتابی که با فطیر تیار می شود این در طبق کشیده می شود و خیلی این هم لذتی خاص دارد که طرز تیار کردن این قروتاب هم دیگرگون هست. در ناحیه مسجد باز به طور خود خاص نفقتی تیار میکنن. خیلی خوراکی با لذت خوراکی با قوت هست. سمبوسه قد مال تنوری برک این هم کدبانگی زن را نشون میده، هم صرفه‌کاری را در عائله که یک نمود روغن و آرد دسترخوان خودمون را خوشرو آرام میده. هر یک خوردان مسجاهی گاو دارد، روغن زرد، شیر، هر سر آماده کردن این محصولات را هم برای معرکه هم برای خوراک هر روز ما که تا مغازه خرید کرده چیزای خیمیکات استفاده بردن. این محصولات های طبیعی حرکت ما هم فایده به بودجه عائله هم چیزی طبیعی استفاده بردن فرزندان ما سالم به وای رسند. سلامتی فرزندها به فکر همه من از همه چیز بخیر شیر قطع چکه بره خوب گوشت هم برنج این همه چی میشه اگرام مستابه حدید شیر برنج فرزندتون به همه زندگی آماده کنید و به شفر برارید. وقتی که وی همین ستاد تیار نکرده میبراره در یک دم خونه ویرانه همین اپشتی پخت پس همه نه آداب همین چیز باید فرزند یاد دادن در تو. همین طریق ساکنان ناحیه مسجد چون دیگر منطقه های کشور نوروز عالم مفروز را با رویای نکوترین سنت های اجدادی استقبال گرفتند. در این روز خرد و کلان با چهره خندان به بر لباسی دانه نموده سریخوان نوروزی نشستند. دسترخوان نوروزی باشندگان مسجد عبارت از انواع گوناگون خوراک‌های ملی که برخی از آنها انگشت شمار بودند آرا یافته بود. مردم این خوراک‌ها را در خانه تهیه کرده سپس به طبق و ظرف‌ها برداشته به عیدگاه میبرند و با هم تناول میکنند. همین طعام ملی ما چنگالی است که مادر در سر
چکدان در سری پختن نان فرزنداش با روغن زرد و انمی نان گرم این حاضر آمیخته میکنن به واسطه دست. بسیار خوراکی با لذت است، بسیار خوراکی ناتکرار است. کودکان آدمان کلانسال دوست میدارن این خوراک را. این خوراکی تیز تیار میشدگی است که همون در سری تنور هم نان تیار میشد هم خوراک. فرزندکاش در اطراف همون تنور الکی سیر میشوند و تا بیگاه بازی کرده کار خود دوام داده میگیرن. این چنگالی هم خاصی مردم مسجد هست. دختری مسجد باید چنگالی تیار کردن تواند. خیلی خوراکی با لذت، خیلی با قوت است اینا. هلا چونه پزی مسجامورم در دستا هی آماده کنی با شیر و قیماق نانا هی سرشته سر فکاریات خوب الا هی آرایشی دست در خانی تو پرمنا های آمد نسیم فرودین نوروز شد دنیا نشین دنیا را بین نوروز شده نوروز شد. قریب هر دهه مسجد آهنگ خاصی ربایی و بیتخوانی دارد که مردم از قدیم الایام در معرکه و محفل ها آن را اجرا می‌کردند. مادر به جهان جهانی عالم باشد مادر به همه دردی تو درمان باشد های این علی مادر است و آغازی حیات شاه بیتی سرودی اهلی عالم باشد آیا روی مولی سرد جورا گلی جگونی دور بنده کبی در تیپی پیشونی ای جمعی بادم چطور آزی بیدای ای من خاکی ره که تو قدم مونی
همین روبایی اصیل اصلا از سرگاه زرفشان، از این زرفشان سر می شد، از کوهستان مخچو. همون روبایی های اصیلی که اینجا تا اینجا اومدن، همون روبایی ها در خاطر مردم از گذشته ها، از نیاگانشان مانده است. خود هم بچه های مایده هم همون روبایی های گذشته را میدانند. بعد همین نوروز بیشتر روبایی خوانی میکنن، شعر خوانی میکنن، رقص میکنن. هنوز که نوروز سر نشده است، انا همین روزها خیال میکنید که هر کوچه دهات نوروز میشود، گفته آوازی نوروز آماده ایستاده است. دو قاشی سیاه در دلم دوزم، و تا زنده هیم بری تو من میسوزم. آیا ای مادری جون کجا روم کفتنی تو، ای مانندی چراغی دور سوختم بری تو. آی مچا بمرم مچا رگستونه، آی عشقی دختری مچا بلای جونه. آی دختری ما چای من یارگیری، سبقاتی من از سری دیوال گیری. های دختری ما چای تو داغم کردی، ای هوا را بپل داره که راغم کردی. های دختری ما چای تو داغم کردی، ای مانندی زر دکای باغم کردی. حتی در بعضی دهه‌ها نقشخوانی گروهی نیز موجود بود. زنان و دختران مسجاهی در مراسم‌های توی عروسی، جشن‌های نوروز و غیره با لباس ملی ارغشت می‌رفتند. یکی دایره می‌گرفت و بیت ربایی می‌خواند و رقاصه با حرکت‌های ماهرانه آستین‌ها سیمای خود را می‌پوشاند. هنرها با حیات معنوی و عرف و عادت‌های مردم رابطه زیج دارند. هنرمندان ماهر اصول‌های بدیعی و تکنیکی، نقاشی‌ها، عنعنه‌های کسبی، نازکی‌های هنر را به وجود آورده آنها را حفظ نموده به شاگردان و نسل‌های آینده انتقال می‌دادند. عبدالکریم مادینیف ساکن ناحیه مسجای ولایت سوغد است و بیش از 12 سال این جانب با چوب سر و کار می‌گیرد. یعنی از یک چوب عادی محصولات می‌آفرد و بدین وسیله به روزگار مردم کمک می‌رساند. پیش همین تراکتورچی بودم، اکسکاواتورچی بودم. بعد از بس کردن کار مکانیزاسیا همین کارو بگذاشتم. پیش من استاد نبودم. بعدی وای بیکار مونده، سکسکی کم کم این وایش راست کردیم. همیختی یک تامین در کو. خانان دیده همسایان ده. یک ساخت دادم. و بعد از وای گفتن که وای در کار، ولی سبزی مایده میکردگی، تختی سبزی مایده میکردگی، با این ساختم، با این سپارش دادم. همین سپارشی اولادا، همسایه، خیشا، خانه خودمو با سکسگین وای برفت تخت تیرک با من این ناسازکا با سپارش شد. من با این در کار شد پرسیدن ولی نامپرا با اینا ساختیم. سکسکی همیختی عادت شد برفت. هنرهای قدیمه نیاگانمان خوشبختانه توسط سلاله‌های هنرمندان از نسل به نسل گذشته تا زمان ما رسیدند، اما برخی از هنرها به بازگشت از بین رفتند. استاد عبدالکریم امروز هنرمندی را کسب اساسی خویش می‌شمارد و این کار اجدادی را به فرزندان و نبیرگان می‌آموزاند.
بیکار شده نیست. خدا شکر نبیرو ولی یک چه آوردیم با 5 تا همین کارا به من یاردم میکنن، همین کارا رو یاردم میکنن. من راست دیگه به اینکه استناکا به اینا نمیمونم. استناکی مثلا من متراشیدگیش بچه دیا نه که میکنم این کلونوش میکنم اینا یا متراشن یوشاشن یوشا میخ میزنن یا اون کار سبک میفرمایم میکنن نه که برای استناک تراشیدن بچه یوشاش نه کلون سلاسی 8 9 10 11 میخوندگیش کار کرسان یا پیوسته در هر گوشه و کنار ولایت بهر احیای هنرهای ملی تدبیرها اندیشیده می شود و با این رو فرهنگ ملیمون حفظ می گردد. کار کنید بعد از سری بابا بیویش خودش آینده نورش آب خورد من راضی نمیشم. خدا الهیم کشایش کار تطنی ساعت کرد. الهیم سلامت باشد. و نکند کار گوید اگر نکند چه میکنه؟ خدایش عشق خواست دارم میبین بابا من نه خدایشون نبیرو دست به کار هم میکنن. بعد حالی بعضی انجمو همش آوردگی نیست مایشان با هایان گفتم که اما آیل چی در کار میشه میبین میگه محوی ساخت میتیم از چوب بید از چوب توت از چوب درخت میوه‌دار دیگه عینی مثال بید دیگه ویوش دیگه هست ولی هم محصولاتشون هر خیلی دیگه بعضی جان مثال چوب سخت در کار که برای دستی تیشی تبر یا موچی میسازن باید سخت در کار میشه با اینا از چوب بید میسازیم از نقل همصحبتمان معلوم گردید که کار آنها بیشتر در فصل بهار اوج میگیرد زیرا اسباب‌های ساخته‌شان برای کفتن گندم و دانگی‌های گوناگون نیز به کار می‌رود. چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در انتظارت رحم به من نداری مردم در انتظارت رحم به من نداری آی راه میگردی چو برگی گل ملرزی آی آن روی سفیدی گل نمات کم چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در انتظارت رحم به من نداری مردم در انتظارت رحم به من نداری آی دخترک این قد بستد من کشت آی ترزی نگه و غمزه مستد من کشت آی هر بار که خنده میکنی جانی بینم آی لبهای اصل هینای دستت من کشت آی هر بار که خنده میکنی جانی بینم
آی لبهای اصل اینای دستت من کش چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در این تیزارت رحم به من نداری 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 در یک گوشه بزمگاه بانوان هنرمند مسئول دسترنج خود را که از نوروز تا نوروز آماده کردند با یک صمیمیت خاص به نمایش گذاشتند. در میان این هنرمندان مادران کهنسال را نیز دیدن ممکن بود که هر یک آفریده آنها از ظهور دوران احیای هنر و هنرمندی در این سرزمین گواهی می‌دهد. در مچهای کوهی ما دخترکای 9 ساله 10 ساله بودیم که می‌داشت دلورزی اومدیم. عید نوروز پیشواز می‌گرفتن بچه‌ها و ارغمچین کشی می‌کردن، دخترها در زندال‌ها باد می‌انداختن، باد می‌گرفتن و کشک می‌کردن. بیبیام و اوچهام و بریده می‌کردن، سمنک می‌کردن، سمنک می‌پختن، داچرها می‌کردن. و همین در همه خونه ها توپ شده عید نوروز پیشواز می گرفتن. بعد عید نوروز زمین جفت می کردن، کشت کار می کردن، کارتوشک شنونه دیگر خیلی زراعت ها کشت کار می کردن. هر سال در کوهستان مسجد هم جشن گرفته می شد. ما بسیار بچه های خردکک بودیم. وقتی که نوروز می گفته هنوز که از تاریخ نوروز بیخبر بودیم. بعد جمع می شدیم، مردم همون پدرها و باباهای ما لباس های نو می پوشیدن و خرمن ها بود در هر یک دهه. اما دهه می برآمدن و کورپچه های بسیار میدان کلان می گرفتن و می پرتافتن و هر کس دسترخوان خودش آورده هرچی که در خانهش بود از نعمت های بازیافت‌های بودگیش آورده می‌گذاشت. مردم بسیار اهلانه می‌نشستند، بعد قد می‌نشستند. بعد از صدک تیاری و عید نوروز هست می‌دانستند که اکنون کشت و کار سر می‌شود. اون وقت در اون کوهستان مشا برای کشت کردن تراکتورها نبود. همه مردم با واسطه گاو زمین ها را شدگار میکرد. بعد یوغ و اسپار و اوتنگ میگفتن. همین ها را پیشکی یعنی تا عید نوروز سر شویش یعنی در هم دوره های عید صده تیار آماده میکردن. همین که آماده میکردن گاوهایی که زمین ها را جفت کرده در اون زمین ها کشت میکردن اونها را در کلخوز بود. اون وقتا کلخوز ها در جای آغل های مخصوص میپاییدن که به قوت شوند و زمین ها را شدگار کنند. لباس نیز در نوروز از اهمیت خالی نیست. به هیچ وجه نباید از متاع سیاه لباس تهیه کرد. معمولا بانوان از متاع سفید و سبز لباس تهیه می نمایند که رمز پاکی و بهار است. در ناحیه مسجد قریب همه زنها به بر جامه اطلس و به قسم داشتند. از نقل زنان روزگار دیده به بر نمودن جامه از قدیم عادت بانوان مسجدی بود و با این لباس علاقه مردم این منطقه را در همه جا می شناسند. خاصی مردم مسجد چی مرد و چیزن جامه است. جامه مردها معلوم از متاهای یک رنگه ولی جامه بانوان ما بسیار رنگارنگ و زیبا است. جامه های نوروزی ما از متاهای اطلس، ادرس، به قصب دوخته می شوند. جامه هایی هستند که برای روزهای
مخصوص دوخته می شود و جامه ها رنگ های خیره تر دارند. جامه است برای در خانه استفاده بردن. این جامه ها از متاهای کمتر به قوتتر و بداشتر هستند که چون در خانه به جای لباس خانه پوشی استفاده میکنند. نهایت گرم هستند، برای زنها قلای هستند و امروز من خرسند هستم که جامه های مردم مچار در مقیاس تاجیکستان فرمایش میتین میپوشند و زیب زن من گمان میکنم که جامعه ملی است. این کسمی جامعه دوزی از بیبی و بیبی کلانا ما موندگی. این میراث ما از مادران ما یاد گرفتیم. این در دوری شوروی این هنر ما همش تماما از بین میرفت. شکر استقلالیت هنرهای مردم را احسا کردند. ما مادران به کار خود اشغال کردند که در آینده به نورسان این هنرهای خطا ما را البته که می آموزونیم. زنهای مچار راست گپ به جامعه به رومالش میشناسند. این میراث اجدادی مچایی های جامعه دوزی جامعه دوختنش هم میتون، بریدنش هم میتون، میده کنه میگونده پار کنه میگوند. اینا همیشه خیلی صدار شکر دست ما میبیادم مادرها و بیبی ها آموختیم. جامعه را اساساً مادران و زنان هنرمندی کوهستان می‌دوزند و بانوان مسجاهی نیز با این هنر طول سالهای زیاد مشغول بوده آبرو و نفوذ خویش را دارند. در بین مردم تاجیک جامه دوزی و به بر نمودن جامه خیلی شهرت بی‌اندازه داشته بود. جامه را اساساً در مراسم‌ها، معرکه‌ها و توی‌ها به بر می‌نمایند که این عرف و عادت قدیمی تاجیکان حسابیده می‌شود. هر یک زن باید که هنرمند باشه. برای یک جوان به هر یک زن چیل هنر کم است میگویند که زنهای ما خودشون هنرمند هستند. حاضر نه تنها جامه های ملی قدیمه بلکه جامه های حاضر زمان را از اطلس و اطلس میدوزند. حاضر با دستگیری های فرزانه ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ما محترم امام علی رحمان هنرهای مردمی احیا شدند، از جمله اطلس و ادرک. من خاطرستان میکنم که زمان دانشجویی ما پدران ما برای یک متای اطلس کوفتن بازار به بازار میگشتم، دسترس نبود. اساساً از لباس اطلس که همین لباس ملی های اطلس تیار میکنیم برای کلینچکان، برای نوعروسان. بعد این پخته دورینش پخته میکنیم، استری چین میکنیم. این باور کنید تبابداوره، این سینتتیک نیست. تمام آدمایی که گردش در میکند این پوشیده حلاوت میبره. این کسم ما در آینده همین جوانان را خدا خواهد می آموزونیم که همین میراث اجدادی گم نشود، تاریخ تاجیکان گم نشود. یک ادرس نه، یعنی مدون نه، اطلس، ادرس، بیخصب. من برای مرتا جامه های بیقصب، برای داموتا هر خیل می شود، هر کس به سن سالش یرشه. حال مرد کارم به تو فرمی سادیان جامه های ولیورای سیاه خیلی بیقصب حاضر نیست سیدم ماها. مرد کارم فرمی سادیان زنونه چند نمود می دوزیم. یک جامه دوزه نه خدا بشه، نه چکن دوزه، من قراغ دوزه، من بافتنی جیک که زنان تاجیک همیشه جیک باف جیک دوستن. ادرس بافی خدا رو شکر چه تو هنر کمی در زنان مچو. قالین بافی همش هنرمند است. نه که استاد دارند، یک استاد میبرند نشون میدن، من شاگردها همش میدوزن. باور کنید تمام زنان مچو میتونن جامه دوزه. در هوای سرد و خصوصا در فصل زمستان جامه های از پخته تیار نموده را مردم به بر می کنند که آنها صفت خیلی خوب دارند و از سردی امین می نمایند. در فصل بهار باشد اساساً جامه های بهاری که از وطن تیار شده است مردم به بر می کنند. از این گفته ها برمی آید که هر یک فصل سال جامه های به خود خاص را دارد و مردم به فصل سال نگاه کرده جامه را به بر می نمودند. زنهای ما امروز حیات روزمره خود را هم به لباس اطلس و ادرس ملی تصور کردن نمیتوانند که خوشبختانه رشد یافت هنرهای مردمی و انمین لباس ملی ما در مقیاس جهان معرفی گشت و دسترس همه مردمی کل سیاره گشت. میفروشیم، باز زندگی ما به پیش میرد. خدا را شکر. روز تا روز هنرها بسیار زوش سادیان. خدا به شکر. اما آب و رومند هستیم. هنرمندها گفته سراغ میکنند. من قراغ دوزرم، های رفیده دوزرم، تمامی لختک بهارا را من میگیرم، من قراغ میدوزن، دستارخون میکنن، بالش میکنن، چملیق میکنن برای نو عروسا. ما دخترها را میاموزونیم، 100 بار شد دخترها بود هنرمنده.
دختر پزنده من سازنده خودم 100 بار شد 3 دختر دارم، 7 دونرم هیان، 2 زندرم هیان. نمیدونم دخترها را عادی زندگی روزگارش میبرم. بیای باید می جوانا همش می دخترها را اول پزندگی سازندگی ریاتیان با به شفرتیان و وای خونه شفرش میرد که میکند بری و خونه آدم دارد خونه که ندارد چه میکند. گوش جانم صبح دم آوازی باران میرسد، آوازی نوروزی عجم بوی بهاران میرسد. مانندی باران میشوم از ابر غم ها میرهم تا همچون در غلغلی گل خندیاران میرسد، تا همچون در غلغلی گل خندیاران میرسد. برفی وجودم می شود آب از هزاران تاب و تب، صد لاله می روید زی دل، صد خنده می خیزد زی لب. من کبک سرمستم کنون از گرمی ها دارم جنون، از دست الهام این زمان نه روز آرامم نه شب، از دست الهام این زمان نه روز آرامم نه شب. از بادی مستی نوبهار آوه چیسان بالیدم، از شادی دیدار یار. آوه چیسان بشکفتم از بادی مستی نوبهار آوه چیسان بالیدم، از شادی دیدار یار. برداشتم دستی دعا ای کاشکی در ملک ما هر لحظه می آمد بهار، هر لحظه می آمد نگار، هر لحظه می آمد بهار، هر لحظه می آمد نگار، هر لحظه می آمد بهار.
ҷашни наврӯз ро бе бозиҳои суннатии кӯдакона тасаввур кардан ғайриимкон аст, зеро кӯдакон аз ҳама бештар ин айёми сабзиши рӯиш ва зебоиро интизорӣ мекашанду барои ширкат дар бозиҳои бандкашӣ, кабкҷанг, хурӯҷангу тухумҷанг, чиликдангал ва ғайра омодагӣ мебинанд. дар ноҳияи мастчо рӯз ба рӯз варзиш рушд ёфта истодааст. дар ноҳияи мастчо як мактаби варзишӣ аз рӯи 11 намуди варзиш 790 варзишгар иборат мебошад ки бо 30 мураббӣ машқу тамрин мекунанд. мақсад ҳадафи мо дар варзишгарон мо мехоҳем ки оянда парчамбардори давлати худ бошанд. варзишгаронро на ин ки дар сатҳи ноҳия, вилоят, аз ҷумҳурии берун ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ва мо мехоҳем ки парчамбардори давлати худ бошанд. як чизе мегӯм ба забони тоҷикӣ маърифӣ мекунад. гӯштини камарбандӣ ба забони тоҷикӣ шуд ду бор, якта да чолпон ота қирғизистон, якта да арабистон ба забони тоҷикӣ. тазим, гирет, бадан, паҳлӯ, ҳалол ба забони тоҷикӣ бутуни доварои амин ҷаҳон маърифӣ мекардам, мегуфтам. тазим полвони тоҷик аз тарафи рост, полвони қирғиз аз тарафи чап маърифӣ мекунад, баъд ба забони тоҷикӣ. тазим қапет, гирет агар маърифӣ нашуд, агар ягон чи бекора карда истед, бадан, паҳлӯ, ҳалол. амин ранги амин гӯштини миллии худи мо, гӯштини миллии тоҷикӣ ам хеле мо овардем наздик. бояд қайд кард ки аз ҳама мусобиқаи маъмултарини наврӯзӣ ин гӯштингирӣ аст ки миёни сокинони ин минтақа хеле роиҷ аст. қариб дар ҳама деҳаҳо мусобиқоти наврӯзии гӯштингирӣ барпо мегардад. дар ин рақобатҳо на танҳо наврасону ҷавонон ва паҳлавонон маҳорати худро месанҷанд, балки мӯйсафедон ҳам дар иҷрои ин амал завқманданд. мо варзишгарое дорем ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардагӣ буданд. дар рио де жанейрои бразилия ба монанди Кристина Проженко ва бо якчанд варзишгарое дорем ки дар сатҳи ҷаҳон аз намуди дюздо, аз намуди гӯштинги самбо ва ҳадаф мақсади мо дар ҳамине ки мо мехоҳем ки варзишгарони беҳтарини лаёқатмандро тарбия карда дар оянда парчамбардори давлати худ бошанд. гӯштинг аз ҳама бачаҳои майда сар мешуд. аввал бачаҳои майдар мемонданд, баъд гӯштингирои калонтар атрофа ҷамъ шуда бачаҳоро чапак мезадану ҳавасманд мекардану тухм медоданд. барои ғолиб шуданашон тухм медодану чапак мезаданд. ту паҳлавонӣ гуфта барои он ки оянда бо ҳамин хел ҷашнҳо иштирок кунанд. баъд навбати калонҳо мешуд, калонҳо гӯштинг мегирданд. гӯштингиҳои бисёр аҷоиб буд. наврӯз дар онҷо дар кӯҳистони мастчо дар ҳама ҷо як рӯз ба ҷашн гирифта намешуд. дар ҳамин қишлоқҳо то 22 ҳамин марта ҳар куҷо мисол 8 сар мешуд. қишлоқи деҳаи палора гуфтагӣ ҳамеша рӯзи 8 март сар мешуд. аз ҳамин он тараф қишлоқҳо ҳар байни як ҳафта чанд қишлоқҳо мешуд. баъд ба деҳаҳои якдигар мерафта иштирок карда аз деҳаҳо меҳмонҳо омадиянд гуфта гӯштинг ба медорон ҳолӣ гуфта бисёр аҷоиб буд. ҳамин хел ранқати наврӯзаро пешвоз мегирифтанд. ҳамин тариқ шодиву сурур ва базму нишоти сокинони ноҳияи мастчоҳ дер бозидома кард. мардум бо рӯҳияи идона ин ҷашни бостонии ориёи табор, ҷашни аҷдодии тоҷикон, наврӯз ки бо рангу бӯи тоза ба кишвари тоҷикон бозқадам гузошт, миёни табиати афсункор рақсу таронахонӣ менамуданд. ماهی زرفشونه بینید
خیمچکی لرزونه بینید ماهی زرفشونه بینید خیمچکی لرزونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید چشمات خماری کرده یار میخندی ماهی زرفشونه بینید گفتم سنما به هر کی دل میبندی خیمچکی لرزونه بینید چشمات خماری کرده یار میخندی ماهی زرفشونه بینید گفتم سنما به هر کی دل میبندی خیمچکی لرزونه بینید گفتم سنما به هر کی دل میبندی ماهی زرفشونه بینید خیمچکی لرزونه بینید ماهی زرفشونه بینید خیمچکی لرزونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید خیر آمد دختری شوخ و بلا جان و دل را کرده صدر مبتلا جان و دل را کرده صدر مبتلا پیچ و تابی کاکلش دل میبرد پیچ و تابی کاکلش دل میبرد یا لالا آ یا لالا آ یا لالا یا لالا آ یا لالا آ یا لالا یا ربین دل دار بین حسنی به هم دار بین کبکی خوش رفتار بین سوختن های من و این ناله های زار بین جلوه و ناز و ادای دختری برنار بین جلوه و ناز و ادای دختری برنار بین حسنی به هم دار بین کبکی خوش رفتار بین چپ چپ آستین میگرداند آستینی ناز میگرداند آستینی ناز میگرداند از خیرام و جلوه‌ای او رهبرد از خیرام و جلوه‌ای او رهبرد میشوم من تهبت آب و ادا میشوم من تهبت آب و ادا یا ربین دل دار بین حسنی به هم دار بین کبکی خوش رفتار